ماینکرافت، اگه میخوای مثل من تو ماینکرافت یه دونه هواپیما درست کنی که داره حرکت میکنه، حتما ویدیو رو تا آخر نگاه کن. همینطور که نگاه میکنین هواپیما داره حرکت میکنه. برای ساخت این هواپیما چند تا بلاک استفاده میکنیم. هر چقدر که میخواین ارتفاعش باشه باید بلاک بذارین. مثلا من میگم این همه ارتفاعش از زمین باشه و این قسمت میایم یه ابزرور میزنیم و یه دونه استیکی بیستون و حالا 2 تا اسلایم بلاک میشه. هانی بلاک هم استفاده کرد و حالا میایم این قسمت جهتاش خیلی مهمه تو ابزرور. این قسمت رو میزنیم و حالا از پیستون استفاده میکنیم و 2 تا اسلایم استفاده میکنیم و حالا این قسمت رو میشکنیم و یه دونه بلاک جلوش میذاریم و حرکت میکنه. الان نگاه کنین و حرکت میکنه. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین، ساب کنین تا ازم حمایت شه. تا یه ویدیو بعد، خدا نگهدارتون.